دختری که دوست داشتم و کشوندم تو باغ تا باهاش یه حالی کنم، ولی جوری منو زد که 10 ساله. درود به همراهان گرامی چنل نبض احساس. بریم سراغ مشکل دوست عزیزمون. جوانتر که بودم حدوداً 20 سالم بود. عاشق یه دختر شدم، تو محلمون زندگی میکرد. خیلی دنبالش بودم ولی پا نمیداد. آمارشو در آوردم، تو کار عکاسی بود. تصمیم گرفتم بگم بیاد باغمون تا هم بیشتر آشنا بشیم و هم یه حالی کنیم. خلاصه براش یه مبلغی رو واریز کردم و قرار شد که با آژانسی که خودم میشناختم بیادش. و وقتی اومد دید براش مزه و عرق و غیره چیدم. رفتم سمتش، پرسیدم شناختی؟ خیلی وقت تو نختم. شروع کردم لباساشو درآوردن که دست کرد تو کیفش، اسپری فلفل پاشید تو چشام. از درد به خودم میپیچیدم تا تونست با لگد زد وسط باهام. همون موقع به خاطر درد شدید نتونستم راه برم. زنگ زدم، داداشام اومدن منو بردن دکتر. بدبختانه دکتر بعد معاینه به هم گفت به خاطر ضربه‌های متوالی که بهت وارد شده 100% عقیم شدی. من دیگه تو محل دختره رو ندیدم. از اونجا رفتن. میتونستم پیداش کنم. حتی هنوزم پولمو پس نداده. این قضیه مال 10 سال پیشه. 4 سال پیش زن گرفتم. تو این مدت خیلی دوست داشتم پدر بشم. زنم هم عاشق بچه است. نمیخواستم از دستش بدم. گفتم حتما خودت مشکل داری که بچه دار نمیشی. نمیخوام بدون مشکل از منه که همش تو سرم بزنه. غرورمو خرد میکنه. خانومم به دکتر مراجعه کرد و فهمید که هیچ مشکلی نداره و برای بچه دار شدن آماده است و با من در میون گذاشت و قرار شد که منم به دکتر برم. اما من دلم نمیخواد به دکتر برم چون خودم حقیقت رو میدونم. چندین بار و چندین ماه هست که مدام اصرار میکنه که من به دکتر برم و در آخر مجبور شدم همه ی حقیقت رو براش تعریف کنم. اما خانومم بدجوری آشفته شد. تو دعوای آخرمون زنم شروع کرد به فحاشی کردن به من و خانواده‌ام. به خاطر بدبختی که اون دختر لاشی برام پیش آورد قسم خوردم انتقاممو ازش بگیرم، ولی نمیدونم چطوری. به نظر شما که خودتون خانومید برم سراغش و کاری کنم تقاضا اشتباهشو پس بده؟ شدیداً تو فکر انتقامم. دلم میخواد اونم نازا بشه تا دردمو بفهمه. چرا فقط من عذاب بکشم؟ خب بریم سراغ کامنت های سمیعی که برای این دوستمون به یادگار کامنت گذاشتید. نظر دوست عزیزمون. کامنت اول: آخ که دلم خنک شد، دمت گرم شیر دختر. 2. دختر خانوما یاد بگیرن اسپری فلفل داشته باشین، در چنین مواردی حتما استفاده کنی. 3. مرسی به این شیر دختر، کم زده، باید چنان میزدید که فلج بشی خراب. 4. بچه‌ها حالا همه با هم بگن اون دختر دمشگر دمشگر. 5. شما تاوان هوستو دادی، اون خانوم فقط از خودش دفاع کرده. 6. هم خواستی تجاوز کنی هم طلبکاری، آدم پررو که میگن یعنی تو. 7. شیر مادر و نان پدر حلال وجودت. 8. آخ که چقدر دلم خنک شد، خوبت شد، دمش گرم شیر دختری بوده. به نظرم از خودت انتقام بگیر و خودتو نیست و نابود کن. اون دختر فقط از خودش دفاع کرده و دوست نداشته تا آخر عمرش نتونه ازدواج کنه. یکم به اشتباهت فکر کن. اگه خداوند بهت یه دختر بده و یکی این بلا رو سرش بیاره خوشحال میشی؟ تاوان هوسرانی غیر از اینم نیست. اگه کسی با خواهرت این کارو میکرد مطمئن باش افتخار میکردی به خواهرت. این سری اگه بری سراغش جنازت رو برای خانوادت میفرسته. سری اول عقیمت کرده، سری دوم میکشتت. تاوان هوس بازی تو دادی. اون دختر خانم از خودش دفاع کرده، حقتو گذاشته کف دستت، ولی میتونی با همسرت مشورت کنی و یه بچه از پرورشگاه به سرپرستی بگیری. دنبال انتقام نباش. خب دوست عزیز، یه چند تا کامنت هم شما اضافه کنید. لایک و ساب هم فراموش نشه. سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.